دوستان ایزدمند محفل زیبای ظریفان ادامه دارد. میگذاریم به شرط دوم محفل زیبای ظریفان صحنه هجوی. برای اجرای شرط زیبای محفل ظریفان روی صحنه میخوانیم دسته گلستان را. سلام علیکم. مهمان میام. مهمان از بات دانشجو میتونم کورپاچه نداشت. خانه گفتم. خانه رم چی؟ خانه که از خان بدبدا. خامه پس خانه رو بپشکاره. خامه را نمیزنی که گرفته گیته. جواب شما کلید. با خانه گشتم میفهمیدی. خوبه میکنی باید بسازم با جامعه نرشته. مردم بفهمونی نمیره. امیر خواب دیدم که این مکتب چرده دختر دیم زن گرفتم مجبور که اسم میگم را جواب شفته بعد خونه بیام. خوبه میکنی منو بخیر. اوتا من میرم دوشنبه. آی بچه ناموس ما درست صندوق قیمت دزدیده یا؟ نه من پل من ندزدم. من میرم دوشنبه خوندنی. مایل بچم برو بخون نمیاد ها؟ گوشش در عمر دوشنبه ندیده که بستن تو برو بخون باز بچه دروغ میگم هر سال محفل ظریفان دوشنبه میرفتم. برا بچم رحمت به اون نفرایی که مرکز ملی تحصیل بنیاد کردن. برا بچم اوتا یادم تبره مگنه. امید شاق رفتی سلامت. با خوبت میری مالی ترالی بچه نیستن چشید خشو فهمان؟ دانشگاه رفتم در دانشگاه یکان دختر نیستن دخترهای دانشگاه هم هر شو کردن شما مرکه شو بگید دختر جان فهمیدم زیق شدی صاف زیق نشه ترکتی نام بچه خولار در مایدکتم خیلی کدگیم در غورا بخش تو کدگیم منام دمت نیرد آی نه اوچا جون من بچه خواهم من نمیگیرم شما خودتون میدونین که نیکای خشتباری ممکن نیستن دختری من راست بگم امی اولاد پلیت نگرفتیم چی دیگه؟ چوکل آلادی با؟ نه میگم اولاد تو بسیار از زنجان یا 50 ساعتی جمع کنه پلی توی بروری آنا بخیر آزمای ما بخورم بیا خاکی تنمه بس مال مگنای تنه نبخشیدم راست میگو دختر جان جامعه سالی مایله سالی میگن سالک ما یوچاد نمیترسم 45 سال چیزی زندگی کردم یعنی جون نگرفتم اولی چی خیلی امان یادم مغزه داری؟ ای هوتا دوبارم یوچه شهر اوچه داره؟ اوچا داره اوتا نداره اوچه شهر ایله امید اوچه شهر من بچه شهر تو بازنگیری یا؟ باز بازنگیری تو دانشان بده نه زنجان میگم اولاد یا افا میگم اولاد دیو چی خیلی باشه ساده اولاد داشت از بات دانشان اوچا جان bu davenkir akama burada کجا بردم؟ همه دانم لباسای عقبلا پوشیدگی بودن ای مردم بودم که بچه مونه خدمت بردم
رابط مطلع قسمت سرکش میکنید کمدن ما اوقات را یا خیلی سرشا کال کردم اوقات دیگه مویسر نبرو هیچ دنجا نبرم تو خودت کی بابا چرختی چیکار منم بردن کپی انجام چی گفتی؟ اینجا بیا یه تد بزن کو ای بچم زدن تا زیغ نشه دستگاهشو بشکن نیلوتو مکافا زیغ نشه بچه جان ای زدن تا بچه جان زیغ نشه پاگه جمع بزران تو بیشکا جانم ببرم بفشم در خدمت خلاص میکنم هم خیلی مردک جان انا میدونی چرا نبدن کاری تا اوتا جون غلو غلو نکنی خدمت وطن و در خرج هر یک جوان مرد میرم دست و خدمت نکنم او میشکا جونا که دست و دیگه نگاه کن میام در توی من میکشیم میخوریم چی گفتی اوچه؟ برم بچه به عقل می ما به غیرت هم نباشیم ای ما کدروی جون میبرویم بچه طرفی ها چه شفتنگه خواهد تجانش بچه مادر دوم تیدن بچه هم با سری بلند و خدمت حربی بروم اول اوچه تبدو دیگه مرا نمیزنم ای به خدا مردک بشکنم دیگه نمیزنم این خیلی لویومی ساق رفتی سلامت بیا باردگاه حربی بیا این بعد تاکسی 25 من یا تاکسی 15 من بیا پاپتیک تو پیش خونه میرات نفهمیدی ای بچه جانو هزاران بار بخشیش که به شما دعوت هستم بودیم هر گونه سخنهای ناجا گفتم بیاین خونه برین نه واقعا شکر نه نگاه نبختم یک شکر را بکنیم میخوریم و بچه ما گیرم برین زور من خونه جان اون پگم بابا بچه تون کاکا میساعت بگیرن ختم بیارن هی زنک او قباسی ورد واغاز کهی باید روشا کرد کرد مالی مختمو بگه با کمیسات یا بیا میبریمش بابا ایلا خیلی باید دوستان عزتمند تانی که بازم دسته گلیسان روی صحنه بیان و اعضای حکما خلاصه کش را برای اجرای صحنه عجیبی دسته گلیسان برارن باشد که شاهدی بازم بخش غنی کنکورسی دسته گلیسان میشویم استقبال میگیریم با قرصک‌های زیبا دسته گلیسان برای اجرای بخش غنی کنکورسی دوشنبه لایف تقدیم میکند قدقدی دریای سرخور گلی خور داره یارکی من غمزه بسیار داره هر کی شیرین صحبت و گفتار داره یار داره یار داره یار داره یار داره یار داره یار داره قدقدی دریای سرخور گلی خور داره یارکی من غمزه بسیار داره قدقدی دریای سرخور گلی خور داره یارکی من غمزه بسیار داره هر کی شیرین صحبت و گفتار داره یار داره یار داره یار داره یار داره یار داره یار داره نکنی جدایی زیمات ایونی مادانه عقل بیزار هر سهر کردی غزال خانه سر بخیرامانه محمد پاس مانه سر بخیرامانه محمد پاس مانه نکنی خراب نشوی بدون لشکنی پیمانه قدقدی دریای سرخور گلی خور داره یارکی من غمزه بسیار داره هر کی شیرین صحبت و گفتار داره یار داره یار داره یار داره
دوستان بسیار هم عزتمند محفل زیبای ظریفان ادامه دارد و اکنون بازم رو به جانب اعضای حکما میاریم برای شرط دوم دسته گلستان با گزاری میکنن اعضای حکما برای اجرای صحنه هجوی. مرحمت.